ما یک تجربه یک حزبی رو داشتیم، همه یک حزب، همه با یک سیاست راضی. یک دولت ابرقدرت با وجود آمد، اتحاد شوروی که ذخیره‌های بزرگ نفتی و گازی و جنگل داشت. خب نسلی که از ما کلانتر از تو همسال ما این زمان شوروی رو خوب در یاد دارن. بسیار دولت قوی بود که زور امریکا برای از بین بردن آن نمی‌رسید و با تنهایی خودش قریب که نصف جهان را در جنگ دوم جهان شکست داد و پیروز شد. ولی چرا به جنگ همین دولت از بین رفت؟ در جنگ اول بلشویکی شکست نخورد، در جنگ دوم جهان شکست نخورد، همین قدر جهان علیهش مبارزه بود، شوروی شکست نخورد. ولی خود به خود از داخل پشت. سبب چی شد؟ بعضی‌ها میگن که همین میتینگ‌ها شد و شوروی برهم خورد. نه، ساده بسیار عوامانه فکر میکنن. زوری کدام تاجیک رسیده است، زوری آلمان نرسید.